زکات در لغت عرب به معنای النمو یعنی سبزیش می آید. برای آن که وقتی که انسان زکات خود را می برارد مالش می سبزد. الله سبحانه و تعالی وعده سبزیش مال داده است و این چنین خودی بنده می سبزد، یعنی اجر و ثواب او می سبزد و مرتبه او بلند می شود بعد اینکه زکات را می دهد. و یک معنای زکات این پاکیگری هست. قد افلح من زکاها، در حقیقت موفق شده است، نجات یافته است آن آدمی که نفس خود را پاک کرده است. پاک از چی کرده است؟ پاک از افلاسی ها، پاک از خصلت های بد. و زکات از انسان بدترین خصلت که بخل است که جناب رسول الله از آن پناه می طلبیدند و شح است، چشم گرسنگی را دور می کند. شخصی که زکات می دهد محبوب قلب ها می شود. مردم کمبغل علل خصوص او را دوست می دارد و چهره اش در نزد مردم چهره گرم می شود، صاحب جمال می شود. کتاب الزکات این کتاب زکات است. زکات به معنای سبزیدن مال و پاک کردن و پاکی هست. گناه انسان می ریزد و افلاسی مال از بین می رود، مالی پاک می شود. بنابراین الله سبحانه و تعالی گفت که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بگیر از مال مسلمان ها. خذ من اموالهم صدقه، این نوع صدقه را مراد زکات است. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، مال آنها را پاک میکند از افلاسی ها و خود آنها را از گناه ها پاک میکند و تزکیهم، مال آنها را میسبزاند و آنها هم موفق میشوند. تزکیهم، به مال آنها برکت داده میشود. و صلی علیهم، وقتی که آنها زکات را میدهند در حق آنها دعای خیر کن. ان صلاتک سکن لهم، البته نماز تو یعنی دعای تو آرامی قلب مسلمان ها هست. الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را امر کرد که در حق آنهایی که زکات خود را میبرارند دعای نیک کنند و این چنین بر آنهایی که قائم مقام پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند.